زبان ما یک مشترکاتی با زبان شما کردیا دارد. بخیر بین یعنی چی؟ خوش اومدید. خوش اومدید یک شما. ولکام یک خوش آمد. بنده روی چنگار دکتر چنگار. دکتر است. همگی خوش آمدید به عروسی من و کریشما. خوش آمدید. قرار بود عروسی بگیریم. خب اتفاق افتاد که عروسی ما درست در روز طبیعت، در روزی که ما میخواستیم گیاهخواری کنیم، دقیقاً اتفاقی افتاد در روزی که اینجا در کنار دریاچه زریبا در خدمت شما باشیم. عروسی همه مبارک. امروز به افتخار این عروس زیبا من دکتر شنکار میخوام شما را به محیط زیست و طبیعت ببرم. میخوام یکی شما رو ببرم به کجا؟ چرا یکی همه با هم میریم روی دریاچه زریبا. اونجا من تحقیق کردم، تحقیقات خوب. میدانم شما دکترای زیست شناسی هستی، تحقیق بسیار کردید. بس چی؟ نگذار روز اول عروسی بربر دم یجرد کشته کنم. من نمیدانستم شما اینقدر تند هستی، وگرنه همین الان انار اینا هیچ چه پشیمان شدی یه چشکان نداره من به خانه اتاقت برمیگردم. نه چی کار میکنی تو؟ نمیشه دیگه. گوش کنید همگی گوش کنید.
این من نمیخوام تو دوباره دچار ناراحتی و اعصاب و روان و اینا. آرام اونجا بنشین. اونجا بچین اصلا هیچ ناراحت نباش. هیچ ناراحت نباش. من امروز همه شما را به گیاهخواری دعوت کردم و همینطور در روز عروسیم همه شما را دعوت میکنم به کجا؟ دریاچه زریبار. میخوام چی به شما نشون بدم. همونطور که امروز عروس زیبای منو دیدید، شما امروز عروس ماهی دریاچه زریبار خواهید. تازه میخوایم عروس پرنده هم به اونا نشون بدیم امروز. عروس پرنده رو در خشکی نشون بده. پای کسی توی دریاچه بگیره قلم پایش خورد میکنه تیکه تیکه تو بلو. تو چرا اینقدر عصبانی هستی تو؟ من بسیار بعدو میام کسی پایش روی دریاچه بگذارم. خب ببین چند روز است که منم نمیذاره دیگه برم روی دریاچه. چه خاطر؟ چی فصلی هستن؟ فصلی بچه‌مایی هستن. بزرگی هستن. خب باشه ما آرام همگی با هم میریم. میخوام اونجا رقص کردی، افغانی، هندی اینا همه با هم باشه. خب روی دریاچه امکان نداره. پای مرغ یکی است. پای مرغ یکی است؟ خب ما دانه دانه انتخاب میکنیم. راست میگی. الان فصل تخم گذاری ممکنه پرنده ناراحت بشه تخمشو ناگهانی بندازه. چیکار میکنیم؟ با دوستو. چیکار بکنیم؟ دانه دانه چی کنیم؟ انتخاب میکنیم. یک اونایی که دوست دارن عروس ماهی ببینن اونا دست بالا. من میگم با یک شرط یک نفر رو انتخاب بکنیم که برم این عروس ماهی رو نشانش بدم گرچه واقعا زیبایی به حدی است که اصلا تصورش خیلی خوب یه نفر الان من انتخاب کنم. نه آزمون برگزار میکنیم. یک تست میگیریم ببینیم کی قبول میشه. خیلی خوب تست میگیریم. آقا یک نفر که دوست داره عروس ماهی ببینه یا عروس پرنده بیا جلو. خانم شما دوست دارید؟ دوست نداری. شما چی خانم؟ آقا کی دوست داره؟ این که خیلی عاشق عروس ماهی بیا جلو. عاشق عروس ماهی ما نشیو. تره میگم بیا. این برای تو خب؟ این خانم نمیذاره چند روز من روی دریاچه برم. من برای نمونه یه چاه زدم اینجا. خب حالا تو فرض کن تصور کن یه چاه زدم اینجا که به دریاچه زریبار وصله. شما اینجا بچرخون این خب بچرخون منم با تو میچرخم میریم سید میکنیم ببینیم چی میشه. حاضری تو؟ الان پرتاب کن یه چرخ بزنیم همه به افتخارش یه دست بزنیم. خب اول سید میخواست دریاچه. شما چی هسته؟ شما تصور میکنید سید ای آقا چیست؟ دوباره نایلونه. این اولین است. این همه شما خوردین اسهال هم شدین. من دکتر هستم میدونم. ساندیس اونایی که ساندیس زیاد میخورن اینا میشه. شما ساندیس سید کردید. ولی این ساندیس این راهی داره. این خانم بنده که امروز با اون ازدواج کردم انواع پوست ساندیس رو به هم میچسبونه میدوزه. یک فرش نسوز دست بزن. این فرش نسوزه باور کنید نسوزه. الان زغال بندازید دست بزن به افتخار هنر خانم من. از یک چیز بیخود که دریاچه خراب میکنه یک فرش برای خودش درست کرده. آقا دست درد نکن. این آقا نبره توی دریاچه. نه رفوزه شده. این چیز بود. آقا رفوزه شده. این خانم خیلی اعصابش خورده. دست شما را شما آقا هر که دوست داره بیا سید کنه. این خانم دوست میداره مسائلیش رو بگید. بسیار خوب بانگله داته. کجکی دکتر چی هستم؟ ماهی مصنوعی باشه درسته؟ این چون ماهی است که شما می‌ندازید در دریاچه؟ اینا فکر کردن ماهی هم دوست دارن ماهی میکنن. خب این دریاچه خراب میکنه. آسیب میزنه روغنایی که داخل این است آسیب پذیره. همینطور اینا. جانم بفرما. دکتر خوب هستی؟ من بسیار خوب هستم. ما بسیار دوست می‌دارم. بسیار دلتنگ شدم در افغانستان. هم دو یک طرفه صحبت نکن. یه وقت هم بگیر در صورت که ما گوش کنیم. دکتر گوشی من رو کن کردی تو. میدیدی چه چیز خوب ما ساختیم؟ این دو تا بچه میتونه با این، البته من با این درست کردم. شما میتونید دو تا سیم به هم وصل کنید واقعا صدا میره. فکر نکنید بل آدم خیلی مهمی بود. ادیسون هم خیلی مهم بود. ما از اون مهمتریم. بیا نگاه کن. امتحان کن. خب کی میخواد دیگه سید انجام بده؟ ببین این میتونه یه اسباب بازی برای بچه واسه یعنی بندازید در دریاچه. خب چیکار کنید؟ اوه چیکار خانم زیبایی هستی. اون که جمته.
که بی گوشه شدم بروی بی سر ساما نشدم بروی آمدی افسانه شدم بروی در دوره بچرخ ما دوتایی بچرخم صبر کن میخوای منو حضرت کنی چی خبره؟ خواب هستم ببین جانم سعیده کردم سعید دختره ببین چی آمد با بالا ای قربانتان شوم که هرچی چشمه سب کن از کجا کف میروی؟ دریاچه قل 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 میجوشد شما از بالا شور 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 نابودش میکنید چند تا علم روستا در اطراف هست؟ چند تا چشمه داره دریاچه ما؟ دریاچه شما چند چشمه داره کفیش؟ 11 تا چشمه ایلون من درست اینجا حساب کردم 11 چشمه چند تا روستا اطراف اینجا هست؟ 11 تا 11 تا روستا فاضیلا میشه شور 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 میکنه به خورد چشمه میده همه چیز در هم قاطع میشه به خورد مایع میده گلویش خراب میشه رودهش خراب مواد شیمیایی شما با خانواده داخل کردین؟ پدر مادرم همکاری داشتن توی؟ تو بودی؟ تنها بودی؟ یا کسی دیگه یک نفره بود یا چند نفره؟ نبوده سب کن کجا میبری اون رو؟ خب این روی پایین بنشینه روی پاد بشینم منم باهاش بازی بکنم تو اینو دور نندازی این یک کش داخلش میکنی اون بر یه چوب اینطوری میبندی خب بعد میکشی به این صورت به قول خانم من کشان میکنی خب بعد این میتونه شما حرکت بدی به صورت یک کرم برای شما با کش بازی میکنی دوست میداری همین وسیله که دور میرسی کرم دوست داری معلومه هیچ بچه کرم دوست نداره خب اصلا میخوره بچه ایربه نمیخوره شما دیدی چطوری میشه فاضلاب رودخانه نریزن رودخانه یا دیدی رودخانهشون تمیز باشه از این بعد نریزن در زریبر اونا یک دست به افتخار خودش فاضلاب شبریزه توی رودخانه توی دریاچه ما میدونم حالا خود دانید خب حالا این چند نفر که اینا آزمون میگه یاد گرفته ما بریم داخل دریاچه این یک کمکی برنده شده مثبت منفی بوده خیلی خوب عزیزم دست به افتخاریش من خوش میاد که شما لباس کردی داره ایجایی هستی دوست میدارم شما باشید بگی دوربینش بگی مرا سعی کن باش من دیدم دم دامادی هم هستی که اون رو به تو دادم این رو به تو دادم داماد بشی خب این رو به تو دادم سید کن سید میکنه این خودش ماهیگیره اونگلا نام سید رابانته کریشنا نانتی باراده ایشالله که غذای خوب نصیب ایشان بشه دعا میکنم برو پایین ببین چی آمد بالا دکتر رو چیست؟ این هیچ نیست دکتر رو چیست؟ این یک کلاه بود با من گپی راست بگو 10 سال چند بوده دهه چند بوده اینجا دهه 60 ما برای دهه 60 ببین نه زنگ زده زنگ زده است آقا مگه مال دهه 60 نیست خانم ما داره میترسه خب من چیکار بکنم مال دهه 60 ببین خانم مال دهه 60 صدا میده نگاه کن باور کن نیست نه برای حالش خراب شد من اول گفتم این حالش خراب میشه ببین بشین در کجاوه از خودت راحت خیلی خوب قایم کن آقا اینو ببر اون بیرون قایم ببر بیرون قایم آقا یه نفر دیگه افتخار سویل شانس داریم دو بار بالا سه بار بالا پایین شانسش میخوام دار کنه شانس آقا رو ببینیم چی میاد بالا زود کشیدی بالا هنوز نرفته به تایی جا نرسیده حالا رسید بالا خوشم آمد که چی سرد کردی دکتر جان بالا اینم قفصچه همون چیزی که مردم رو دعوت کردی در دریاچه بالای سرت آمد که دیگه پرنده ای نموند همین یک دانه است از دست آقا افتاده اومد پیدا کردی همین یک دانه ایش از دریا سید شده بقیه در جیب خدا راستی همین یک دانه بود
چیکار میکنی به روز مردم سیش خوب نیست؟ چرا به روز این میدی؟ نه میخوام یک چیزی رو مثال بزنم. او 13 ساله صیاد هم گرفتار حالا کردی تو. شما به رفوزا شدی بانشین همه جا. تو را عروس ماه میشان نمیدی. شما که دوست نمیدونید خوبت هستن. روز اول عروسیت از جفت جدا شده. خوب آقا هستن؟ بیا اینجا بشین کنار من این در بیچاره کرد. بالا یک نفر رو که از جفت جدا کنید در قفس چه بگذاره چی اتفاق میفته؟ هیچی جفتگیری انجام نمیشه. یک ذره رو بگیر. نمیدونم شما هندی ها من دارم در مورد هندی ناراحتی ندارم. نه ما پرنده رو میگم. ایرانی همش حرف میپیچونه کارتون مشکل پیدا میکنه. نه منظور من پرنده هستم. میگم وقتی پرنده رو یکیش توی قفس بگذاری یکیش رهایی بشه پرواز کنه چه اتفاق میفته؟ خب پرنده به هم نمیرسه جفتگیری کنه تولید جدید ندارید شما. این یکیه. یک مشکل دیگه هم ممکنه پیش بیاد. اگر شما دو تا پرنده رو با هم بکنید در قفس. پرنده های اینجا دو تا رو بکنید در قفس. اینو شما انتخاب کردید. ممکنه این جفت نوع ضعیف ژنتیک باشه. خود طبیعت نوع قوی انتخاب میکنه آقا. متوجه شدی؟ طبیعت قوی رو انتخاب میکنه که ژن ادامه داشته باشه. خب شما اجازه میدی ایشون الان با ما بیاد در دریاچه؟ خب از چه شرط میذاری؟ آقا تو قول میده. شما قول میدی که همه اینا رو آتیش بزنه هیچی نمونه؟ قول میدی؟ آقا ایشون قول میده دست بده. نه چرا با دکتر دست بده؟ با شما دست بده که این همه اعتذار داره. خب من نفر بعدی یک تمیدی اندیشیدم که هیچ اتفاق نمیفته. جناب فرغان شما الان ایشان ترک است زبان‌ها اینجا کرد است زبان‌ها منم هندی اونم افغانی کلا زبان‌ها مثل دوره نمرود مشوش میشه. بیا خب شانس خودت انتخاب کنی. بسم الله آبارگلا پرتاب کن. این همینجور نمایشی است. گفتم اگه در دریاچه بری ممکنه چند نفر غرق بشه. ببین چی آورد بالا. صبر کن چی صبر کن؟ این را سایل کنم. چی سایل کنی؟ آقای برهانی بشین. گناه داره؟ شما یک لحظه خدا بسام. نه یه وقت نشینی من بشینی. شبات به گویندو میده. ایشان؟ ایشان زامن شما یک کمکی مثبت هستی. آقا دست بخواهید گوینده داره مرا میکشه. تو فکر کردی یک گلوله باشه گذاشت میکنیم شما فکر کردی یک گلوله از این خلاص شوه فقط در مغز تو می نشینه؟ پس در مغز تو نه این دست ساز است مریوانی خوب میدانه من چی میگم. ساشمه داره 70 ساشمه با این میزنی اونا رو میکشه. این مرا زنازش کن. بالا بر روی مردم نگیری گناه داره به روی من بگیری اصلا. زیست هست اینجا من صبر کن. یه چیکار کنم؟ روی تو میدونم ایرا نکن گناه داره شادم ایرا بکشم. آقا خودت مقصر هستی. این تفنگ قدیمی از گونه است دیگر از این کار. بالا آقای برهانی شما قول میدی که هیچ کس دیگه تفنگا رو همه بشکنه؟ در دریاچه همه شکسته کن. مطمئن؟ شکسته کن. گفت ان شاءالله به افتخار آقای ساشمه تفنگ نمیدانه این پرنده نایاب است، یکی نادر است، یکی تازه تولید مثل کرده، یکی دو بچه داره. نه همه رو میکشه. فهمیده؟ من با این خانم کریشما همش به کشورهای مختلف سفر کردیم. خب تمام تالاب‌های آب شور، آب شیرین گذر کردم، دنبال نوع نادر گشتم. خب یک نوع کمیاب که من در خاورمیانه دنبال اون بودم، به خدا درست میگم، همونطور که خانم میگه خدا راستی. من اینجا آمدم به قول شما کرده بخوا. اینجا آمدم در همین دریاچه زریبار اون نوع رو پیدا کردم، عروس غاز یا عروس پرنده بهش میگن. اگر این نوع نابود بشه دیگه در دنیا نمونه نداره. یک نمونه هم پرنده شما ماهی دارین که اینجا هست. خب
من به دنبال اون بودم در کشورهای مختلف. به بند امیر افغانستان شدم. خب به بند امیر افغانستان شدم. اونجا این خانم رو محیط بان دیدم. اونجا عاشق خب جمع کن. هنوز مانده. یکی دیگه مانده. خلاصه چند نفری امروز باید بریم عروسی ما اون وسط برگزار کنیم. من عروس غاز عروس برنده به همه نشان میدم امروز. اوه گل پسر کرد آمد بگیر. آقا یک کرد میگم تو. یک کرده بودر نیسته ها؟ برو بالا. مراقب باش بالای کوب پیکه نبینه تو رو. آمده؟ من آزاد میکنم پسر جان تو برو کار خراب است. خوش آمد. یه دست به افتخارش بزن برو. داری شوا کن. آخه چی میخوای تو نگاه کنی در دریاچه؟ سیلیش کنی. عروس ماهی هست؟ نه جان خودم عروس برنده هستم. میخوام تو درو چیست؟ نگاه نکنی ها. راکب چیزی که تو چرا ناراحت میشی؟ خودت ناراحت نکن. چیزی خاصی نبود. یک خمپاره. فقط یک خمپاره در دریاچه. این زن هر جا میره جنگی. هر جا میره برای محیطبانی، میره برای کار، دوباره اونجا جنگ به روزش میاد. خودت ناراحت نکن. اصلا هیچ مزن نکن. هیچ نگران نباش. همه چیز درست میشه. میدونم. این زن میترسه. خمپاره جنگ هم پرنده نابود میکنه، خب هم ماهی دریا نابود میکنه، هم نسل‌های کمیاب پرنده و حیوان، هم نسل‌های آدمی کمیاب. برای نمونه برای تو میگم. این خمپاره نسل‌های رو نابود کرده در کنار همین دریاچه. این خانم میبینید؟ این خانم بلند شد. چند روزه که مهمان این خانم هستیم اینجا ما. اون از کردایی هست که در عراق صدام تمام طایفه اونو کشته در قضیه انفال. मेरे नाम से दिलदार है मेरे जैसे कि पातशाह ने आकाशान है दिल रुबा है समंदर है कुछ करें दिल लगा के जिसके लिए जन से نگاه کن. این دختر شیمیایی است. در ایران که آمد به خاطر سردر شیمیایی شد. دروغ نمیگم به قول زن خدا راستی. وارد شهر مریوان شد در اینجا. الان این دختر از این دریاچه اینجا ماهیگیری میکنه تا خرج بیماری شیمیایی خودش رو بره در ارومیه اونجا مداوا کنه. این دختر کرد است. دستش به سوی کس دراز نمیکنه. اون گدایی نهی ہے. اون دختری هست که نسل خودش رو حفظ میکنه و خودش هزینه خودش از همین ماهی اینجا به دست میاره. یک شخص بومی میدونه کدوم ماهی بومی باید حفظ کنه. یک شخص بومی میدونه کدوم نوع ماهی دیگه نابود میکنه. اون ماهی رو پرورش میده که الان برای درمان خودش باشه. اون یک کرده اما هنوز هم ریسک درده. این دختر خردسال به تو نشان میدم. این کودک سوری. بلند شو دختر. این سوری. این دختر کنار مدیترانه من اونجا برای پرنده نگری رفته بودم پیدا کردم. پدر و مادرش کنار آب هرگز پیدا نشد. من اونو جایی دیدم دخترم بیا نه نگران بیا جانده این دختر کنار دریاچه برادرش کنار آب بود. کنار آب جان داد برادر کوچک کنار. ای کودک بیا بالا. در کنار کودکان سوری، در کنار کودکانی که اونجا هست ایزدی یک نسل نادره مثل پرنده مهاجر. ایزدی مثل نسل نادر این ماهی عروس ماهی. اگه ایزدی کشته بشه دیگه تمام نسلی نداره.
این دختر برای چه کشته میشه در سرزمین های اطراف شما؟ ببخشید شما بزرگ ما، این دختر دین میشناسه؟ این دختر سن هست که مسیحی باشه یا؟ این دختر دین میشناسه؟ پس برای چه در سرزمین های شما به نام دین کشته میشه؟ گاندی تفکر آزاد داشت. گاندی گفت تمدن مدنیت این هست که از روی رفتار آدمی به حیوانات باید نگاه کرد. هر کشوری که با حیواناتش آرام بود او مدنیت داره. این بچه به نام دین کشته میشه در حالی که الان دیگه نه پدر داره نه مادر. بگیر. نه جانته میری جانته نه باسی گانته خوروی مست میری جانته سیلیش کن بس یار زیباروی بودن اولیوان دینه بشناسم من نمیدونم دین چیست اینه سر کردی خوروی مستن اما ایش سر کردی یکیش نیست من آسه یادو کنیم اما خوروی مستن شوهرم رو کشتم باردار بودم مثل مایای دریاچه مثل پرندهایی که توی فصل میای جفتگیری میکنم بچه دار میشه بچه داشتم طالبان مرا پس زد چون بیمار بودم تماس مورم کرد ولی بچه این گبری نمیدم از لرزه شد و در بطنیم خفه شد آرام گیر جان گیر دلم برای وطنم تنگ هستم میدانی چی میگو؟ آرام گیر دلم برای بامیم تنگ هستم مسار هرچه میروم من نسل پرنده کمیان هرچه میرم نسل ماهی در حال انقراض هرچه میرم نسل آدمی در حال انقراض میگه آدمی چقدر دل داشت نظاره کرد من نخواست خاطر شما مکدر کرد این زن سر داشت
هر لحظه اتفاق به یاد آورد و دردناک بود اتفاق برای او. من نمیتونم اون دختر رو درمان کنم چون خاطری از پدر و مادر داره که پاک نمیشه. من نمیتونم این زن رو درمان کنم چون کسی نداره. در دوره جنگ شما مردای با بدون دست بدون پا از جبهه برگشتن، ولی دخترهای زیباروی بودن که حاضر شدن با اونا ازدواج کنن، نگهداری کنن. آیا کسی هست اینجا که حاضر باشه با کسی ازدواج کنه که هر روز تنش پر از تاول هست که این نسل داره نابود میشه؟ آیا یکی مرد هست؟ او آرزوی مادر شدن داره ولی شیمیایی نمیذاره اون مادر بشه. نسل او دیگه برای همیشه نایاب. این دختر آسیب دید، هر چقدر بزرگ شد دیگه کمیاب. اون زن هرگز دیگه نمیشه. من نخواستم خاطر مکدر کنم. امروز روز طبیعت، امروز روز گیاهخواری من و این همسر، امروز روزی است که ما میخوایم به شما رو ببریم روی دریاچه عروس ماهی و عروس پرنده به شما نشان بدیم. شانته چلو دلربا، چلو دلربا، چلو जिसके लिए से मैं जूसे खाचा नहीं, मेरा नाम रावी शंकर है, मेरा नाम रावी शंकर है. حالا مردای کردی که میخوان به ما کمک کنن عروس ماهی عروس پرنده ببینن همه و میخوان که با ما عروسی ما رو هم شاد بکنن، اون مردای کردی واقعی بیان وسط برای ما رقص شاد اونایی که میخوان که این بچه عروس کنه باشیم شاد اینقدر خون نبینه اون مردی که شاد کنه. همگی خوش آمد. نمایشی که تماشا کردیم نمایش مهاجران سینه سرخ زریبار